بر اثر دو ترکش در ولایت بلوچستان پاکستان بیش از 20 نفر کشته شدند. حادثه روز 7 فوریه یک روز پیش از انتخابات پارلمانی پاکستان در دفتر نامزدها روی داد. مقامات گفتند که ده‌ها نفر دیگر مجروح شدند. ترکش اول در ناحیه پیشین در نزدیکی‌های سرحد پاکستان با افغانستان رخ داد. در نتیجه آن دست کم 12 نفر جان باخته و 30 تن دیگر زخمی شدند. خادم امنیتی ولایت بلوچستان بر رادیوی مشعل بخش پاکستانی رادیوی آزادی گفت که ترکش در نزدیکی‌های دفتر نامزد به انتخابات و سابق وزیر ولایتی اسفندیار خان کاکر رخ داد. خود نامزد در حمله آسیب ندیده است. ترکش دوم در نزدیکی دفتر کاری مولانا عبدالواسع رخ داد. او نامزد از حزب دینی جمعیت علمای اسلام است که اعضایش در گذشته هم مورد هدف قرار گرفتند. در این حادثه بیش از 10 نفر کشته شدند. هنوز هیچ گروه مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است. در این منطقه در چند ماه اخیر چند گروه از جمله ارتش آزادیخواه بلوچستان، گروه اسلامی تحریک طالبان پاکستان و گروه تروریستی دولت اسلامی حمله ها انجام دادند. روز 5 فوریه امسال هم در سرحد پاکستان با افغانستان در ولایت خیبر پختونخوا 10 افسر پلیس کشته شد. ماه ینور در بلوچستان 4 افسر پلیس و 2 غیر نظامی از دست حمله‌وران ارتش آزادیخواه بلوچستان به قتل رسیدند.